خب به تریبون مجمع عمومی سازمان ملل خوش اومدید، جایی که قاعدتاً رهبران دنیا جمع میشن تا پل بسازن. اما چی میشه وقتی همین تریبون تبدیل میشه به صحنه‌ای برای اتهامای مستقیم و خط و نشون کشیدن‌های خیلی علنی؟ بیاید با هم ببینیم داستان چیه. این سوال دقیقاً همون چیزیه که امروز می‌خوایم بازش کنیم. می‌خوایم ببینیم که چطور این صحنه جهانی از یه فضای دیپلماتیک داره تبدیل میشه به یه جور میدون نبرد کلامی. جایی که کشورها دیگه رو در بایستی و کنار میذارن و علنی برای هم شمشیر رو از رو میبندن. جالبه بدونید که در حالی که دستور کار اصلی مجمع روی بحران‌های بزرگی مثل اوکراین و تغییرات اقلیمی بود، سخنرانی چند تا از رهبران کلیدی یهو جهتگیری کل جلسه را عوض کرد و تمام توجه‌ها رو به سمت درگیری‌های شدید منطقه‌ای کشوند. برای شروع بیایید بریم سراغ سخنرانی خیلی تند و تیز شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان. اون از این تریبون جهانی استفاده کرد تا مستقیما همسایش یعنی افغانستان تحت کنترل طالبان را هدف بگیره. فقط به این اتهام گوش کنید. شریف با یه زبان خیلی تند و بی‌پرده انگشت اتهام رو مستقیم به سمت گروه‌های توی خاک افغانستان میگیره. این یه حرکت کاملا استراتژیک بود. به جای دیپلماسی پشت پرده تصمیم گرفت تنش‌ها رو بیاره جلوی چشم همه دنیا و علنیش کنه. البته شریف فقط به اتهام زدن بسنده نکرد. یه لیست مشخص از خواسته‌هاش رو هم گذاشت روی میز. گفت حمایت از گروه‌هایی مثل تحریک طالبان پاکستان باید متوقف بشه، جلوی حملات مرزی گرفته بشه و از همه مهمتر به حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان افغان احترام گذاشته بشه. این عملاً یه التیماتوم دیپلماتیک روی صحنه جهانی بود. البته شریف از فرصت استفاده کرد تا به مسائل دیگه کشورش هم بپردازه. یعنی فقط بحث افغانستان نبود. از اختلافات قدیمی با هند گفت تا بحران شدید تغییرات اقلیمی که میلیاردها دلار به پاکستان خسارت زده. این الگوی رویارویی مستقیم توی یه سخنرانی قدرتمند دیگه هم تکرار شد. این بار از طرف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که هدفش مشخصاً ایران بود. نتانیاهو با این کلمات ایران رو نه فقط یه رقیب منطقه‌ای بلکه یه تهدید وجودی برای کشورش معرفی کرد. می‌بینید این یه تاکتیک کاملاً مشابهه. از صحنه جهانی استفاده می‌کنی تا یه خط نبرد واضح بکشی و افکار عمومی بین‌المللی رو با خودت همراه کنی. نتانیاهو برای اینکه حرفش رو ثابت کنه، ایران رو به حمایت از یه محور متهم کرد. به برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و بعد شروع کرد به اسم بردن از گروه‌های نیابتی تو کل منطقه، از حماس تو غزه و حزب الله تو لبنان گرفته تا رژیم اسد تو سوریه و حوثی‌ها تو یمن. از نظر اون همه اینها تیکه‌های یه پازل بزرگتر برای بی‌ثبات کردن منطقه هستند. اما پیام نتانیاهو فقط به ایران ختم نشد. اون خیلی قاطع راه حل تشکیل دو کشور مستقل رو هم رد کرد و یه خط قرمز بزرگ روی یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث جامعه جهانی کشید. این سوال ما رو به یه سمت دیگه ای از داستان میبره. بیاد یه لحظه از این اتهام زننده ها فاصله بگیریم و بریم سراغ کشوری که همه دارن در موردش حرف میزنن اما انگار هیچ کس صدای خودش رو نمیشنوه. و اینجا به بخش واقعاً تکون دهنده ماجرا میرسیم. اون شکاف عمیقی که بین افغانستان به عنوان یه مهره ژئوپلیتیک و رنج واقعی مردم این کشور وجود داره. مردمی که هیچ صدایی توی این صحنه بزرگ ندارن. این مقایسه خودش همه چیز رو نشون میده. نه؟ توی صحنه اصلی بحث سر جنگ اوکراین و بحران غزه بود. اما بحران انسانی افغانستان، سرکوب زنان و آینده تباه شده یه نسل از جوانای این کشور، همه اینها به جلسات حاشیه‌ای و کم اهمیت‌تر فرستاده شده بود. توی همین جلسات حاشیه‌ای فعالان با یه حس ناامیدی تلاش می‌کردن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن. اونا حس می‌کردن که فریادشون برای عدالت و حقوق اولیه انسانی داره توی هیاهوی سیاست‌های بزرگ گم میشه و شنیده نمیشه. خب این وضعیت به طور طبیعی بزرگترین سوال ممکن رو مطرح میکنه. ته این همه حرف و سخنرانی تأثیر واقعیش چیه؟ اما چرا واقعا این همه لفاظی‌های آتشین به یه اقدام یکپارچه و مشخص منجر نمیشه؟ تحلیل‌ها از یه بنبست عمیق بین‌المللی خبر میدن. دلیل اصلی این بنبست اختلاف نظر عمیق بین قدرت‌های بزرگه. وقتی آمریکا، چین و روسیه توی شورای امنیت با هم توافق ندارن، عملاً سازمان ملل فلج میشه.
این شکاف رو بذارید کنار رقابت بحران افغانستان با بحران‌های بزرگ دیگه تو دنیا، نتیجهش این میشه که جامعه بین‌المللی هیچ رویکرد منسجمی نداره. این حس ناامیدی از بیعملی سازمان ملل چیز جدیدی نیست. خیلی‌ها حتی رهبران سابق جهان معتقدند که این سازمان بیشتر به یه باشگاه سخنرانی تبدیل شده تا یه نهاد اجرایی و این سوال رو ایجاد میکنه که آیا سازمان ملل هنوز کارایی لازم رو داره؟ در نهایت مجمع عمومی مثل یه آینه در برابر دنیای ماست. ما دیدیم که چطور این صحنه جهانی میتونه هم تریبونی برای بیان حقیقت باشه و هم ابزاری برای به حاشیه روندن اون. یه نمایش قدرت که گاهی مهمترین داستانها پشت پردش گم میشن. و این ما رو با یه سوال خیلی مهم تنها میذاره. اگه صحنه جهانی پر از اتهامات متقابل قدرت هاست، پس کی قراره به فریاد مردمی که صدایی تو این بازیای بزرگ ندارن گوش بده؟ این سوال تأثیر انسانی این درام ژئوپلیتیکی رو خیلی خوب نشون میده.